کدوم بازی رو حاضری تا آخر عمرت بازیش کنی؟ برو بریم. اولی اسپایدرمن. حاجی اسپایدرمن خیلی خفن، اصلا بازی معرکه‌ایه. تو لیستمون میذاریمش، بریم بازی‌های دیگر هم ببینیم. اسپایدرمن عالیه. بازی دوممون بتمن. حاجی بتمن هم خوبه ولی شما رو نمیدونم، من دوستش ندارم زیاد، ولی بازیش خوبه، اوکی بازیش. بریم بازی سومو ببینیم چجوریه. یا اول حاجی دلست آف آز خدایه، یعنی بهترین بازی PS4 PS4 PS5 همه. من اینو انتخاب میکنم، دلست آف آز انتخاب منه. اسپایدرمن هم تو لیستمون هست شد، فقط دلست آف آز. بازی چهارم ردید. یک خفنه دیگه، ولی من همون انتخاب همون دلست آف آزه. شما رو نمیدونم، شما داخل کامنت ها باید نظراتونو بدین کدوم بازی رو انتخاب کردین.